شما میتونید از طریق پنلتون شماره‌ای که با اون در سایت زمانک عضو شدید رو به شماره فکستون تبدیل بکنید. همونطور که ملاحظه میکنید در این قسمت توضیحاتی در این مورد داده شده. برای این کار وارد قسمت ارسال و دریافت فکس میشید و بر روی گزینه خرید یا تمدید سرویس فکس 8 ستاره کلیک میکنید. در این قسمت شماره‌ای که با اون در سایت زمانک عضو شدید رو وارد میکنید و تعداد ماهی که تمایل دارید سرویس براتون فعال باشه رو انتخاب میکنید و در نهایت دکمه تایید رو میزنید. با انجام این فرایند شماره موبایلتون تبدیل به شماره فکستون میشه و از این به بعد هر کسی خواست براتون فکس ارسال بکنه تنها کافیه با دستگاه فکس شماره 8 ستاره رو بگیره و بعد با زدن کلید 8 و وارد کردن شماره موبایل شما فکس براتون ارسال میشه. و در قسمت فکس های دریافتی میتونید فکستون رو مشاهده بکنید.